تو کثیفه. راست میگه برو چیزی دست تو بشدی؟ نه اصلا دستش پفکی خب برو تمیزش کن. چرا من گذاشتی پایین؟ ببر بالا قیف راست میگه. برو من دارم چمن دیگه. خب برو 1 2 3 سلام ما اومدیم. سلام ما اومدیم. خب ما رفتیم. بچه ویدیو گرفتیم میتونیم بخوریم. حالا فعلا فیلم نگیریم بذار سیر بخوریم انرژی بگیریم. گوه نخور. الان فعلا راست نمیخوریم. میگه گوه نخور. الان فنجان بذاری گوه نخور. نمیخورم. بچه این چایشی که به کوفه انجام میده. خب انجام بده. گوه نخور. جالب نیم خیلی هم جالبه. جالبه. بازیمون اینجوریه که من یک کلمه میگم با آخر اون کلمه باید اینو ادامه بدن. نفهمیدم به من ربطی نداره. و اینکه وقت زیاد نداره باید دقیقا تا همون ثانیه بگی. فکر کردن بگم بازی چیپس. هست. با چی بگم؟ 3 سیب. نه چیپس آخرش به چیپس. عقب مونده. از اول شروع کن. نون حذفی. نه وایسا. حتما بعد خوراکی بگیم یا اسم دیگه یه چیز نه هر چیز بخواه. وایسا دوباره شروع کن. نون مثلا ندا یه چیز دیگه بگو. نانوا گوه نخور سیب. آب بابا. آش آخرش آ داره دیگه بابا آش چه؟ شام مربا. آب لیمو هزی بگو دیگه. اوراق ها اوراق هزی. حذفم او با او بگو حذفی. برنده اینه؟ هیچ کاری نکرد. خب دوباره شروع کن. ها سبزه با ه هلیا من میگم آب. بهنام مار رامین. بالینه نون نانوا با آبشار. رزماری ایثار حذفی تموم. اصلا باید ایثار. تمومم. خوشم نمیمد. یه چی بگم آماده خریدی آره فکر کردیم میشینم برات درست میکنم خب دوستان شما چه خبر؟ برامو دگنه بیاد. بچه‌ها من باز از اونا گرفتم اصلا منظورش نمیفهمم چی کدوم رو میگه. روز تولد گرفت داشتن والا آنباکسینگ میکردن. انگلیس عقب مونده ها. من دارم میگم بدت میاد نه خوشمزه است فقط خیلی مزه رنگ میده. دوستش دارم نه تا حالا خوردی؟ آره من بچه بودم همه چی میخوردم. آره دوستان اینو بهتون بگم واسه روز اولی که ما خواستیم ویدیو رو بگیریم چون که این هم مثل همیشه شارژ نداشت به من پیام میداد بهم زنگ بزن بعد بهش زنگ میزنم جوابم نمیداد بعد بهش پیام میدادم میگم چه جوابم میگه تو با من زنگ نداری چرا من زنگ نزدی. اصلا چیزی بهتون بگم یادت رفت این خیلی جاکشه تو دوره مدرسه دوستا میدونه یه آب مدنی اوکی کاری ندارم من و این رفیقت بودیم کاری ندارم که به بقیه نمیدی ولی باید به من و دورسا میدادی ولی نمیداد و برعکس این دورسا بودش عمومی بود همه استفاده میکردن ولی این خیلی جاکشه هنوزم همونه چون که من وقتی که بایستی بهتون بگم گوه میخوری گوه میخوری وقتی که من بوتون بهشون میگم ببین زبونشو میگردم فقط یه بار استفاده نمیکردم میخورم تا ته خالش هیچ چیزی به خودم نمیرسید بعدش دوباره مریض میشدم هی مریض شدم بعد واقعا این خسته
نشون از دست برام رفت بخواد دستم کنم. کدوم سال بود این چیزه نو. چسب لیفت میزد؟ ده هفته بود. وای حالی چقدر غذافید بود واقعا. یعنی من وقتی داشت داخل هیجان میرفتم خجالت زده میشم ازش کم دور میشم که مثلا این با من دوست نیست. ببین لیفت میگه اوکی چطور اینو که دماغش اینجاش بود. باشه چکامون تمام شد. یه بار نهم که بودیم سری که علوم نهم بودیم معلم همینجور داشت اصلا برام مهم نیست. و فصل آخر که در مورد زیست و حیوونا و ایناست. بعد یه معلم رو صدا کرد گفت خانم ببخشید که وسط حرفت میپرم. همون دقیقه من و خورشید برگشتیم به هم دیگه نگاه کردیم این چه سوالیه که از من و تو نمیپرسه. بعد معلم رو صدا زده خفه شو. بعد علوم و ریاضیشون رو من پاس میکردم. تو از کجا من مطمئن بودم شما نمیدونین. نمیدونستم چرت و پرت. آها گوز رو ما نمیدونیم. گوز نمیدونیم روی کتاب نوشته بود در مورد گوز. بعد گفت سلام این گوزنه چیه؟ احسان کن گوز و گوزن خون. و معلم ریده بود تو خودش. و معلم گوزن دیگه چیه؟ عیزم حیوان جدید با خود اختراع کردی. یه بارم داشتیم در مورد علم تکنولوژی در مورد تکنولوژی این چیزا حرف می‌زدیم. بعد یه درسته با اعتماد به نفس کامل در من گفت آره بچه‌ها بریم در مورد ژیتا صحبت کنیم. خب تو حالا سوتیای ما رو بگو. جسا سوتی نداریم من و خورشید. راست میگه. دیروزم مزمز و صدا کرد زمزم. گفت آقا میشه زمزم بگیریم؟ بعد مردی بود. نمیدونم چی بگیم. بنز کافی مسخرهش کرد. توی عرق مثلا داشتیم. باباش نگاه کن چه دو حرفاشو دختر بزنم. عمو یه سال دیشب که اینو دیدی این از این کسخل زد. اینا رو بزنم؟ نه بابا بابا که نتوار کنی. بچه‌ها با اینکه خب کوره عینک میزنه یعنی کور نیست عینکیه با اینکه حتی عینک هم میذاره نمیبینه ما رو. مثلا بهشون میگفتیم فلان جای میدون وایسا میایم میبینیمت. اصلا اونجا وای نمیستاد. اصلا اونجا وای نیستاد ما رو نمیدید. اصلا همین الان داشت میومد تا نزدیک من داشت با من تلفنی حرف میزد. کجایی دستتون بده. کجایی دقیقاً کنارم بود. من اینجا نشسته بودم اون اونور بود. دروغ میگم. بچه‌ها باحالی هستیم. من کرم کورلال اصلا لازم نبود واسه اون چالشه چشم. یادم مثلا امتحان بودیم امتحان نهم. بعد بهم گفته بود برسونی میگم یه فکرم غایب بود نبود. بعد بهم خوش برسون گفت آقا من پشتش بودم. هی واسش میگفتم جواب این سوال دو میشه این بود. سوال دو جوابش میشه این چی میگه؟ میگم سوال دو فکر کنم معلم شد. کل بچه‌ای کلاس شنیدن بهشون خانم دیارا. این خانومی که داره مسخره میکنه این اسکلو که از خودش بدتره. من یادم نمیره تو اسکلی کی گفته کردی؟ من کر نیستم. بچه‌ها با اکرام آشنا بشین کر کورلال شاید جسم خودی میگی. حسنم سر رفته. من چیکار کنم؟ میخوام وسط بشینم بازی کنم. عقب مونده جلو مونده نابغه. چقدرم نابغه. گوزن. همینو دیدی؟ دیگه نمیبینی حسش نمیکنه. تو هم اینو دیدی دیگه نمیبینی. جون نمیبینم. خودش میاد. خیلی اینجا کاواره نیست. میتونه بچه‌ها پاشی. نکن بای بای. من دیگه شما رو نمیبینم. خدا رو شکر. بچه‌ها میخواد سیکترچه بزنه بره ایلام. اینجوری حرف زدی؟ نه اینجوری حرف میزنی داداش. ماستی بابلی حرف میزنی. بچه‌ها بچه‌ها خدافظ. خدافظ. ما داریم میریم. بای بای.